بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود بر شما عزیزان، فرزندان ابو حنیفه ها، فرزندان امامان بخاری ها و مسلم ها و ترمذی ها و ابن ماجه ها و نسائی ها. سلام بر شما خوبان، فرزندان زمخشری ها و ابو حاتم رازی ها و غزالی ها. سلام بر شما ابن خلقانی ها و ابو اسحاق شیرازی ها. سلام بر فرزندان بیهقی ها و حاکم نیشابوری ها. سلام بر شما خوبانی که تاریخ پرمجدی رو سپری کردید. عزیزان، سرزمین ما سرزمینه که در مصطلح تاریخی گذشته بهش میگفتن سرزمین فارس. شخصیت‌های بسیار نامدار و عظیمی رو به تاریخ بشریت و تاریخ اسلام تقدیم کرده. اون وقتی که ما هویت ایمانیمون رو از کعبه مکرمه و از قبله مسلمانان و از قرآن کریم می گرفتیم، اون وقتی که ندای توحید ما ندای الله اکبری بود که بلال بر ارجا و در اطراف مدینه و مکه سپری می کرد و اونجا این ندا بلند می شد. حالا چه شد که ما بعد از اینکه سرآمد تاریخ اسلام بودیم، بعد از اینکه ما دانشگاه‌های بسیار بسیار بزرگی رو در سرزمین خودمون داشتیم، بعد از اینکه نیشابور ما، خاف ما، شیراز ما، اصفهان ما و شهرهای بزرگ ما اینجا قبله اهل علم بود و از سراسر دنیا افراد برای کسب علم و برای نشستن در محضر علما و اندیشمندان بزرگی که در دانشگاه‌های کشور عزیزمون بودند به اینجاها رخت سفر برمی بستند. چه شد که این شهرهای ما که در مصاف شهر کوفه و بصره بود، وقتی که نیشابور ما رو میگفتن بصره صغرا، چه شد که این دانشگاه‌های بزرگ رو ما از دست دادیم؟ چه شد که بعد از این که ما نامه‌های بسیار بزرگی رو به تاریخ بشریت ارمغان داده بودیم، ما شدیم گمنام زمانه؟ چرا؟ ما در سده‌های ابتدایی، در سده‌های که به اصطلاح اسلام به سرزمین ما اومده بود و پدران ما این دین رو شناخته بودند و به ندای حق لبیک گفته بودند، چه شد که ما کم کم به حاشیه رفتیم؟ پس چرا نیاییم بار دیگر چراغ‌ها رو روشن کنیم؟ چرا نیاییم با اخلاص و با ایمان بیتابی کنیم از اینی که خورشید از بین ما رخت بربسته و در پی طلوع خورشید باشیم؟ چرا نگذاریم که این مذهب جادویی در زیر روشنایی بمیرد و باز مذهب ما مذهب وحی بشه؟ وحی که به ما گفت اقرأ، بخوانید، وحی که ادوات خواندن و نوشتن، نون و القلم رو در دست ما گذاشت و ما یا نیاکان ما تونستند در اون زمان شاخصه باشند و ما در رشته‌های مختلفی که جامعه اون روز نیاز داشت، چه در رشته‌های علوم نظری و چه در دانشگاه‌های دینی، فقه و تفسیر و حدیث و زبانشناسی، و چه در زمینه‌های شیمی و فیزیک و ستاره شناسی و طبابت ما شاخصه بودیم و ابو علی ها و رازی ها داشتیم. حالا چه شد که به یک آن این شخصیت ها و این مهد و مرکز علم شد یک منطقه گمنام در تاریخ بشریت؟ وقتی میاییم مرور میکنیم نیاز هست که ما هویت سران خودمون، اون هویتی که باعث شده بود ما سرآمد جهان باشیم رو از دست دادیم، اون رو وارسی کنیم. بیاییم ببینیم که چه شد که ما عقب زدیم، چه شد که کشورهای دیگر از ما پیشی گرفتند، چه شد که ملت‌های دیگر از ما آموختند و بر ما سبقت گرفتند و چرا ما اومدیم و به اصطلاح
خودمون رو باختیم. از جمله نامه‌هایی که با هم مرور می‌کردیم، نام بزرگی بود که در علم حدیث شاخصه بود، امام مسلم نیشابوری بود. امروز با هم یکی دیگر از فرزندان این شهر و شهر نیشابور عزیز، پایتخت علم و دانش در اون سده ها رو با هم مرور میکنیم. حضرت ابو عبدالله محمد ابن عبدالله نیشابوری، مشهور به امام حاکم نیشابوری. امام حاکم در دوشنبه 3 ربیع الاول 321 یعنی در ابتدای سده چهارم چشم به جهان گشودند و در سه‌شنبه 3 صفر 405 یعنی بعد از 84 سال رخت سفر رو از این دنیا بربستند. در سیرت و زندگی ایشون آورده‌اند که ایشون از سن 9 سالگی تحت نظر پدر و دایی بزرگوارشون شروع کردند به سماع حدیث. یعنی ایشون در یک فضایی بود، فضای شهر نیشابور، فضای علم و دانش بود. خانه های این شهر پر از علما و اندیشمندان بودند و حاکم در این فضا به اصطلاح رشد کرد. جالب اینجاست که ایشون در همون سالیانی در سال 359 یعنی در 29 سالگی به عنوان قاضی شهر نسا به اصطلاح منصوب شدند و شدند به اصطلاح قاضی این شهر و پس از مدتی قضاوت شهر گرگان رو به او پیشنهاد شد که ایشون نپذیرفتند. در مورد تعداد اساتید حضرت حاکم نیشابوری آوردند که ایشون بیش از 1000 نفر رو ملاقات کردند از اساتید بزرگوار رو و از اونها علم حدیث رو و علوم دیگر رو یاد گرفتند. سفرهای بسیاری داشتند. این یکی از ویژگی‌های اهل علم بود در هر زمان و هست که زیاد سفر میکنن. هر جایی که دانشگاه خوبی باشه، علمای نامداری باشن، به اصطلاح میرند و از اونها کسب فیض میکنن که در مورد امام حاکم آوردند که ایشون سفرهای بسیاری داشتند و کتابهای بسیاری رو مطالعه کردند و از بیش از 2000 شخص به اصطلاح تونستند احادیثی رو بشنوند و نقل کنند که از جمله اونهاست امام دارقطنی و امام ابن الفوارس. و پدر امام حاکم خیلی جالب هست که این رو بدونیم که خانواده چه نقش عمده‌ای در تربیت فرزندان خودشون دارند. پدر امام حاکم مدت 33 سال مؤذن بود. مدت 33 سال مؤذن بود. 3 بار حج کرده بودند، یعنی 3 بار در یک دانشگاه سیار که مدت زمان طولانی رو در سفر هست، با همراه با علما و اندیشمندان و متقیانی که خانه و کاشانه و همه چیز رو رها کردند، سفر طولانی حج رو در پی میگیرند که در اون زمانها سفر به حج تقریبا چندها ماه به طول می انجامید. وقتی می رفتند به حج، خب اونهایی که چندین ماه رو در سفر بودند و در عشق رسیدن به خانه خدا، وقتی که به کعبه معظمه می رسیدند به سادگی نمیتونستند از اونجا جون بکنند و مدت زمان طولانی رو، احیانا بیش از سالی رو در مکه سپری می کردند تا باز آماده می شدند و راه دیار خودشون می شدند. ایشون 3 بار حج کرده بودند پدر امام حاکم و در 22 غزوه شرکت کرده بودند در جهاد و هیچ وقت قیام اللیل، نماز تهجد رو ترک نمی کردند. انسان ثروتمندی بودند و بر علما و اندیشمندان و اهل علم بیش از 1000 دینار اون زمان رو، 100,000 دینار رو به اصطلاح صرف کرده بودند و به اونها خدمت کرده بودند. امام حاکم پدرشون در محضر امام احمد ابن حنبل و امام مسلم نیشابوری حضور رسونده بودند و امام حاکم وقتی که 18 ساله بودند پدرشون وفات کردند. این پدری که
خانه ای رو پر از تقوا و پرهیزکاری پایریزی کرده بود و یک وقتی که فرزند 18 سالش رو تنها گذاشت، خداوند از اون فرزند شخصی رو ساخت که بتونه یک نماینده خوبی باشه از اون پدر پرهیزگار. در واقع امام حاکم نتیجه و ثمره صلاح و نیکوکاری پدرشون هستند. در تاریخ نیشابور اومده که ان والده کان من الصالحین و ذی مکانة عالیة بین اهل العلم، که پدرش یک انسان بسیار وارسته و پرهیزکاری بود و در بین علما و اندیشمندان از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار بود. امام حاکم در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در جرح و تعدیل شاخصه بودند و تونستند به جای خوبی برسند. ایشون در کتاب‌های بسیار زیادی رو به ارمغان گذاشتن که بیش از 20 اندی کتاب هنوز هست و در دسترس هست. در کتابخانه‌های اسلامی شما اون رو میتونید تهیه کنید. کتاب 40، کتاب امالی العشیات، العمالی، تاریخ نیشابور، کتاب دعا و کتاب مناقب امام شافعی و معرفت علوم حدیث و غیره و غیره. و ایشون همچنین کتاب‌های زیادی دارن که در برخی از کتاب‌های تاریخی گذشته ذکری از اونها شده که کتاب امام بخاری کتاب فلانی رو داشتن، کتاب دلایل النبوتی داشتن و غیره، که متاسفانه بسیاری از این کتاب‌ها به دست ما نرسیده. چرا نرسیده؟ خب منطقه ما دستخوش تغییر و تحولات بسیار بزرگی بود. متاسفانه جزر و مدهای بسیار شدیدی رو ما در کشور خودمون شاهد بودیم. حمله مغول‌ها بسیاری از میراث فرهنگی ما رو ضایع کرد. بعد از اون وقتی که صفویان اومدند روی کار، بسیاری از کتاب‌های علمی جهان ما اسلام و سرزمین فارس رو سوزوندن و از بین بردن، چون که این کتاب‌ها در واقع بیانگر هویت اصلی این خاک و بوم بود. وقتی که ملت ما بدونن که پدرانشون چه میراثی رو به جا گذاشتن، در پی خواندن اونها خواهند شد و تفاسیر قرآن کریم، احادیثی که پدران ما، فقهی که پدران ما به جا گذاشتن، علوم انسانی بزرگی که پدران ما به جا گذاشتن، وقتی ما میریم اینها رو مطالعه میکنیم، اون وقت شخصیت واقعی خودمون رو کشف میکنیم. اون وقت میفهمیم که این پالانی که روی سر ما گذاشتن، این پوست وهمی که به تن ما گذاشتن، این واقعیت نداره. ما این نیستیم. این یک ابر بهاری است که اومده و ابر تابستانی است که میاد یه رعد و برقی به راه میندازه و به اصطلاح سرصدایی به راه میندازه، سیلابی به راه میندازه، در نهایت باید بره و ما برگردیم به همون شخصیت والایی که داشتیم، به همون مکانت و جایگاهی که در تاریخ داشتیم. امام حاکم مهمترین کتابی رو که برای ما به یادگار گذاشتن اسمش هست کتاب المستدرک علی الصحیحین. کتاب مستدرک علی الصحیحین خیلی فکره بسیار زیبایی داره. یک به اصطلاح بیانگر اون ذکاوت و هوش امام حاکم هست. امام حاکم اصلا اسمش رو برای چی گذاشتن امام حاکم؟ چون ایشون مشهور بود در قضاوت. این فکر قاضیگری و سبک سنجش به اصطلاح گفته‌های مختلف، رویدادهای مختلف، اینها رو سبک سنگین کردن، این در ذهنیت به اصطلاح امام بخاری، امام حاکم این مسئله رو ایجاد کرده بود که خب احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی زیادن. امام بخاری تونسته بود یک مقدار بسیار بزرگی از احادیث صحیح پیامبر رو جمع آوری کنه. امام مسلم یه مقداری دیگر رو جمع آوری کرد که 100% صحیحن. و اینها چرا صحیحن؟ خب یک معیارهایی واسه خودشون گذاشتن، یک شرط و شروطی گذاشتن که بنابر این شروط ما تنها حدیث رو قبول میکنیم. خب آیا این شرط و شروطی که باعث میشه ما بگیم که یک حدیثی 100% حدیث صحیحی هست،
آیا احادیث دیگه ای نیستند که همچنین شرط و شروطی بر اونها هم بشه منطبقش کرد؟ امام حاکم وقتی نگاه کردن به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دیدن که بسیاری دیگر از احادیثی که ما در اختیار داریم و میتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم احادیث صحیحی هستند بر همون معیارها و مبانی که حضرت امام بخاری و حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنهما گذاشتند. حالا ما چرا نیاییم بر همون معیارها و بر همون داده ها و بر همون قوانین این احادیث صحیح دیگر رو هم جمع آوری کنیم و به اصطلاح در اختیار اهل علم و دانش بگذاریم؟ اینجا بود که کتاب مستدرک، فکره کتاب مستدرک در ذهن امام حاکم اومد و شروع کرد برای تهیه این کتاب. امام ذهبی در کتاب به نام مختصر کتاب المستدرک علی الصحیحین میارند که احادیثی را که به نظر او برخلاف شرایط بخاری و مسلم بوده از کتاب حاکم حذف کردند. امام ذهبی بعد از اون اومدن و دیدن که امام حاکم، خب فکر امام حاکم، برنامه‌ای که برای کتاب مستدرک دیدن بسیار دقیق هست، کار خوبی هست، یک کاری باید میشد، اما در تطبیق این کار، جانب عملی این کار، دیدن که امام به رأی امام ذهبی بسیاری از احادیثی که امام حاکم در مستدرک آوردن، اون به اصطلاح قوانینی که امام بخاری و امام مسلم گذاشتن به صورت دقیق در اون مراعات نشده. البته امام حاکم این کتابش رو می نوشتند و به شاگرداشون املا می کردند. بعد از این رو می گرفتن مراجعه می کردن، خودشون با دقت باز یه وارسی می کردن، خودشون رو انتقاد می کردن و اون مواردی که ایراد داشت رو حذف می کردن. متاسفانه امام جزئی از این کتاب رو امام حاکم نتونستن مراجعه کنند و وفات کردند. این شد که به اصطلاح برخی از مآخذی که امام ذهبی و دیگران بر مستدرک دارند شاید از اینجا میاد. مستدرک علی الصحیحین به اصطلاح شامل 8803 حدیث هست که اونها رو هم چون در موضوعات فقهی جمع آوری کرده. تعداد موضوعاتی که در کتاب ذکر شده 3647 عنوان هست که کتاب ایمان و کتاب علم و کتاب طهارت و کتاب طب و کتاب فتن و ملاحم و احوال و همه اینها، طوری که به اصطلاح برنامه ترتیب بندی و فهرست بندی کتاب ها در اون مرحله از زمانی بود. از جمله چیزهایی که قابل ذکر هست در کتاب مستدرک اینی که امام مستدرک حتی در قضیه صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه پیامبر رو میاد به 10 طبقه تقسیم میکنه و میفرمایند که همه صحابه مثل هم نیستند. صحابه‌ای که در ابتدای اسلام آوردن مثل خلفای راشدین، بعد از اینکه صحابه‌ای که بعد از قضیه تشاور در دارالندوه مسلمون شدند، صحابه‌ای که هجرت کردند به حبشه، صحابه‌ای که در عقبه اولا بودند، صحابه‌ای که در عقبه ثانیه بودند که بیشترشون از انصاریان هستند، و اولین مهاجرانی که به مدینه رسیدند به قبا قبل از اینکه پیامبر داخل مدینه بشه، اهل بدر، صحابه‌ای که بعد از بدر و حدیبیه هجرت کردند، اهل بیعت الرضوان در حدیبیه، و اونهایی که بعد از حدیبیه و فتح مکه هجرت کردند، امثال خالد ابن ولید و عمرو ابن العاص. به این صورت دسته‌بندی میکنه صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو. علما و اندیشمندان در مورد امام حاکم چی میگن؟ امام حافظ ابن کثیر در البدایه و النهایه میگه که امام حاکم از اهل علم و حفظ و حدیث بودند. امام خطیب میفرمایند کان من اهل الفضل والعلم والمعرفه والحفظ، همه در علم و فضل و معرفت ایشون به اصطلاح اتفاق نظر دارند. امام عبدالغافر ابن اسماعیل میفرمایند که خانه امام حاکم خانه صلاح و پرهیزکاری بود، بیته بیت الصلاح والورع والتأذین فی الاسلام، و اینی که این خانواده اذان رو از خودشون کرده بودند، محبت و عشق خاصی داشتند به اینی که اذان بگن. امام ذهبی که به اصطلاح یک امام
ناقد و از منتقدین سرسخت کتاب مستدرک هست درباره امام حافظ میگه که ایشون الامام الحافظ الناقد العلامه و شیخ المحدثین هستند، که ایشون امام حافظی هستند، ناقد شیوهی که به اصطلاح امام حاکم رو برتری میده بر خیلی از علما، اینی که یک انسان بسیار ناقد بودند که همون به اصطلاح حالت قضاوتی که در محکمه و قاضیگری انجام دادن همین صفت رو در علم هم پیروی میکردند، واسه این در نقد و انتقاد بسیار چیره دست بودند، علامه زمانشون بودند، شیخ المحدثین بودند. این بیانگر به اصطلاح یکی دیگر از شخصیت‌های تاریخی ماست، یکی از انسان‌هایی که سرزمین فارس اون رو به جامعه بشریت تقدیم کرده، امام حاکم که در 3 صفر 405 موافق با 2 اوت یا آگوستوس 1014 میلادی بعد از 84 سال زندگی جان رو به جان آفرین تقدیم کرد. این ستاره دیگری است از ستاره‌های درخشان و از بچه‌های نشابور خودمون که نیاز هست ما فرزندان این علما و اندیشمندان بریم کتاب‌های این عزیزان رو بخونیم، بریم مستدرک امام حاکم رو بخونیم، بعد مستدرک که خودش استدراکی هست بر صحیح بخاری و صحیح مسلم، بریم صحیح بخاری رو بخونیم، صحیح مسلم رو بخونیم. وقتی که کتاب تفسیر هر یک از این کتاب‌های حدیثی صحیح رو در باب تفسیر بخونیم، با قرآن انس بگیریم، وقتی بریم شخصیت‌های والای سرزمین خودمون رو بشناسیم، اون وقته که ما میفهمیم که ما کی هستیم، واقعیت ما کی هست. این حرفایی که به خورد ما میدن تو مدرسه ها، تو رسانه ها، آیا واقعا اینها بیانگر ما هست؟ آقا ما این پوستین جدیدی که به ما گذاشتن، روی ما گذاشتن، که یک جامعه بزرگ رو ما تیکه پاره کردیم، مایی که یک سرزمین واحد داشتیم، مایی که با تمام قومیت‌های مختلف خودمون، با زبان‌های مختلف خودمون، با فرهنگ‌های مختلف خودمون با هم انصدام داشتیم، چه شده که امروز با هم قهریم؟ چه شده که امروز از همدیگه متنفریم؟ چه شده که امروز این کشور ما اون یگانگی، اون انسجام، اون برادری، اون محبت، اون عشق، اون سرمایه بزرگ علمی گذشته رو نداریم؟ وقتی برمیگردیم میبینیم که نه، ما کلا راه رو با چاه اشتباه گرفتیم. ما داریم در یک مسیری حرکت میکنیم که با مسیر اهدنا الصراط المستقیم در تضاد هست. ما اومدیم قبلمون رو از مکه مکرمه کشوندیم آوردیم به چی؟ به کربلا و نجف. پس ما با اون صدای ایمان، صدای اقرأ، صدای نون و القلم در جنگیم. ما اونها رو درک نکردیم. اینجاست که میایم فکر میکنیم میبینیم که بله، ما راه رو به ترکستان بردیم، به جای اینکه به طرف ما، به جای اینکه بریم امروز به سوی دانشگاه بچه‌هامون رو ببریم به سوی دانشگاه، میبینیم که بچه‌هامون رو میبریم به سوی موزه، به جای اینکه بخوایم برای جامعه بشری ما یک چیز نوینی رو تقدیم کنیم، میریم کنکاش میکنیم در تاریخ، مرده ها رو از زیر قبر در میاریم، کفناشون رو هر سال و هر روز عوض میکنیم، میگیم که نمیدونم چله فلانی، میگیم که نمیدونم سال روز شهادت فلانی، مرگ فلانی و علانی به سر صورت خودمون میزنیم. پس ما یک مشکلی داریم و یک مشکل بسیار عمده‌ای داریم که چطور خودمون رو اصلاح کنیم، چطور بیاییم و جامعهمون رو اصلاح کنیم، چطور خودمون رو بشناسیم، ما کی بودیم و به کجا داریم میریم و مسیرمون رو چطور باید مشخص کنیم. اینی که ما نیاز هست که خودمون رو بشناسیم و شناخت خودمون اینه که تاریخ خودمون رو بشناسیم. تاریخ که در اون مرحله تاریخی ما از مجد و عظمت خوبی برخوردار بودیم، ما در دنیا شاخصه بودیم، ما رهبریت علمی جهان اسلام رو به عهده داشتیم، نامدارایی در تخصصهای مختلف جامعه، نیازهای جامعه بشری داشتیم که تا امروز نامشون در کتابهای علمی مطرح هست. ما اون شخصیت ها رو گم کردیم،
اون تاریخ رو گم کردیم. در واقع ما خودمون رو گم کردیم. در واقع ما یک پوستین جدید دروغینی که برای ما بافته شده بود و بر ما تحمیل شد با زور بازوی صفویت، اون رو قبول کردیم و اینچنین ما از بین رفتیم و در حاشیه افتادیم. حالا راه حل چیه؟ راه حل همینه که ما برگردیم و کتاب‌ها و میراث بزرگی که نیاکان ما برای ما گذاشتن، این رو با هم بخونیم، مرور کنیم، علم و اندیشه‌ای که نیاکان ما برای ما به جا گذاشتن اون رو مرور کنیم، مراجعه کنیم و هویت اصلی خودمون رو دریابیم. چه چیزی باعث شد که ما شاخصه بشیم در اون مرحله زمانی، اون رو کشفش کنیم. چه چیزی که باعث شد که ما رو به سوی علم و دانش تشویق کنه، اون رو در بیابیم. و چه چیزی که باعث شده بود که همه جامعه ما انسجام خودش رو داشته باشه، ما در کنار خودمون همه افراد اقشار مختلف جامعه اسلامی رو داشتیم، جامعه خودمون رو داشتیم و هیچ موردی نبود غیر از محبت و علم و دانش و این همه اینها به سیاه چال تاریخ رفت و ما شدیم به اصطلاح با خودمون دشمن، داریم با خودمون می جنگیم، خودمون رو نشناختیم. چی شد که ما به این مرحله از شکست و عقب نشینی رسیدیم؟ اینجاست که در میابیم که صفویت خیلی نقش بسیار ویرانگری در ویران کردن شخصیت و هویت ما داشت. ما رو به جای اینی که بیاد بسازه و ما رو با قرآن انس بده، ما رو از قرآنی که مصدر هدایت ما و مصدر رشد و ترقی و تعالی ما بود، قرآنی که ما رو تشویق میکرد به علم و دانش، ما رو تشویق میکرد به این که بزرگترین و شاخصه های تاریخ علم و دانش منطقه و جهان باشیم، ما رو از قرآن کند، ما رو گذاشت به جای اینی که رابطه ما با خدامون باشه، شدیم ما اسیر یک مجموعه انسانهای مذهب تراش که اونا می اومدن برای ما مزار می تراشیدن، برای ما امامزاده می تراشیدن، بعد خودشون اون رو به اصطلاح صدنه های اون می شدن و ما مجبور بودیم به اصطلاح دنبال اونا را بیفتیم و حرف اونا رو بگیریم و به این صورت ما شدیم اجیر و برده یه مشت انسانهای مذهب تراشی که تونسته بودن به اصطلاح برای خودشون یک بازاری رو به راه بندازن و ما شده بودیم خریداران این بازار و تا امروز همچین حالتی رو داریم. چرا ما نیاییم این همه تبعیض نژادی، این همه ظلم که در نظام آموزشی خودمون هست این رو برداریم؟ چرا ما نیاییم عقلهای پویا و سنجشگر و عقلیت انتقادی رو در جامعه خودمون رشد بدیم تا عقلهایی چون امام حاکم نیشابوری، چون مدرسه بزرگ نیشابور با اون همه علم علما و اندیشه ها به جامعه بشری تقدیم کنیم؟ چرا ما در نظام تعلیمیمون وقتی میایم حتی حرف از اسلام میزنیم، اسلامی رو میایم تعریف میکنیم، بینش اسلامی ما میاد به جامعه ما این رو تلقین میگه که بیا یک شهروند سربزیر، یک شهروند مطیع و یک اجیر و یک نوکر باش. نمیاد به ما یاد بده که ما یک انسان پویا، یک انسان سنجشگر و یک انسانی باشیم که روی هر چیزی که میخوایم یک علامت استفهام بذاریم، روی هر علم و اندیشمون بذاریم که آیا واقعا این درسته؟ آیا این با داده های ایمانی که ما کسب کردیم سازش داره؟ این کاری که امام حاکم کردن، امام حاکم اومدن دیدن که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر زیادن، چرا ما بیایم اینها رو فقط در صحیح مسلم و صحیح بخاری اکتفا کنیم به اینها؟ چرا بقیه کتاب‌های صحیح و احادیث صحیح رو جمع آوری نکنیم؟ این ذهنیت امام به اصطلاح حاکم و این عقلیت امام حاکم یک انفجار بزرگ علمی رو در جامعه به وجود آورد که ما بعد از اون می‌بینیم که خیلی از کتاب‌های دیگه صحاح نوشته شد و در سده‌های بعدی به اصطلاح علما و اندیشمندان اونها رو جمع کردند و علم حدیث و پویایی در علم حدیث و مراجعه سند حدیث تا به امروز هم جریان داره. پس این یک عقل پویا، یک عقل انتقادگر که جامعه ما در اون روز به اون افتخار میکرد و
اون رو به صورت تونسته بود کسب کنه، چرا ما امروز نیاییم این عقل پویا و این عقل انتقادگر رو در جامعه خودمون رشد ندیم؟ ما نیاز هست که جامعه خودمون رو دوباره بشناسیم. ما نیاز هست که هویت خودمون رو دوباره بشناسیم تا بدونیم ما کی هستیم، کجا میخوایم بریم، کجا باید بریم، چه باید باشیم. این نیازمند این هست که یک گذری داشته باشیم به تاریخ خودمون و بتونیم خودمون رو بازشناسی کنیم و بتونیم با تاریخ خودمون یک انس و رابطه جدیدی رو برقرار کنیم. این امکان پذیر هست و باید هم صورت بگیره و در حال شکل گیری هست الانی که فضای آموزش برای همه جوانای ما، نوجوانای ما باز هست و نمیشه الان نوجوان رو گولش زد. الان دیگه اون وقتی نیست که ما بتونیم با زور جامعه رو منحرف کنیم. الان جامعه جدید ما، نسل جدید ما در حال شناخت خودش هست و این شناخت به زودی تحقق پیدا میکنه و همه نوجوانهای ما با عقل پویایی که دارن الان علامت استفهام میذارن روی هر قضیه‌ای که به اونها داده میشه و میخوان که اون رو کشفش کنن. و این سلسله برنامه‌های ما نامآوران سرزمین فارس هم در همین راستا میخواد که به نسل جدید و به نسل قدیم این یادآوری رو بکنه که بسیاری از مسائلی که به خورد ما داده شده، این هویت وهمی که برای ما ساخته شده، این قابل تغییر هست و باید اون رو تغییرش بدیم و انشاءالله این تغییر به زودی به جامعه عمل پوشیده خواهد شد.